با نام یاد خدا، سلام عرض کنم خدمت همگی. من عباس ترابی ام و بریم سراغ ادامه این سلسله ویدیوهایی که داریم میگیریم و بریم سراغ پیاده سازی اتوریزیشن سرورمون. البته به صورت خب خیلی بیسیک برای شروع. خب بچه من حالا پروژه رو از قبل اینجا گرفتم و بیلدش هم کردم برای اینکه دیگه زمانم گرفته نشه. منتها کار خاصی نکردم. اسپرینگ اینیشیالایزر دو تا دیپندنسی اتوریزیشن سرور رو اسپرینگ وب رو بهش اد کردم. اوکی. اینجا حالا ورژن اسپرینگ بوت رو به اصطلاح اتوریزیشن سرور و وب هم که خب دو تا دیپندنسی هستش که اینجا داریم. خیلی خب من پروژه رو ران میکنم. پروژه که اوکیه، یه پروژه خامه و پروژه میاد بالا. خیلی خوب. اولین کاری که باید بکنیم، خب من پکیج کانفیگ رو درست میکنم و داخلش یه کلاسی درست میکنم به اسم security config. خب اولی که خب این یک configuration هست، configuration و web security رو هم باید اینجا enable بکنیم. اوکی بچه، کار اولی که باید انجام بدیم اینه که بیایم حالا تنظیمات OAuth سرورمون رو اینجا بنویسیم. من میام یه متدی از جنس وب سکیوریتی فیلترشن درست میکنم. این هم بگم بچه، من گفتم به قول انتظار من اینه که شما اینها رو یک دور پیاده سازی کرده باشید، حالا با اسپرینگ بوت، با معذرت میخوام با سکیوریتی معمولی و خب آشنا باشید با مثلا سکیوریتی کانفیگوریشن، مثلا اپ سکیوریتی، بحث مثلا کانفیگ روتینگ ها، این که مثلا میگید که مثلا فلان روت فلان رول رو داشته باشه، فلان اسکوپ داشته باشه، اینها رو قبلا انجام داده باشید دیگه. خب ما اینجا طبیعتا نمیخوایم حالا خود آموزش اسپرینگ بوت هم بدیم، بیشتر خب میخوایم با هم دیگه پیاده سازی بکنیم. اوکی، میگم سکیوریتی فیلترشن، من یه دونه فور OAuth هم اینجا مینویسم و این رو باز میکنم. خب چیزی که توی ورودی میگیره HTTP security هست و بریم برای کانفیگوریشن. بچه من لینک های خود حالا این ریپوزیتوری رو هم حالا بعد از اینکه تمام شد تماما لینک ها رو داخل دسکریپشن ها میذارم که دیگه حالا لینک ها رو هم داشته باشید. حالا خواستید خودتون بنویسید، خواستیدم به قولی از حالا ریپوزیتوری بردارید. خب OAuth 2 authorization، دنبال OAuth 2 authorization server configuration این دیگه بنویسیم اینقدر که المانش زیاده. server configuration apply with defaults. خیلی خب من میگم که به اصطلاح با دیفالت بیا بالا فعلا. خب اینجا من فکر کنم باید true exception رو هم بذارم، همینجا میذارم. اوکی. قدم بعدی بچه اینجا دقیقا اون نقطه‌ایه که شما میتونید مثلا یک کاستوم گراند تایپ بنویسید که خب من گفتم برای ROPC Resource Owner Password Credentials این کار رو انجام میدیم. منتها دیفالت بیاد بالا. من اون گراند تایپی که گفتم رو اینجا با هم دیگه تست بکنیم و بعدش حالا ان شاءالله برای قسمت بعدی میریم سراغ پیاده سازی کردن اون کاستوم گراند تایپی که بهتون گفتم. OAuth 2 authorization server configurer.class. اوکی. و البته اینجا باید OICD معذرت میخوام OIDC رو کانفیگ بکنیم. بچه گفتم اینا تک تک این روتا قابل کانفیگ هم. مثلا بهتون گفتم که میتونید اوپن آیدی کانکتتون رو یه سری کانفیگا براش داشته باشید. مثلا میبینید دیگه کاستومایزر میتونید اینها رو دونه دونه کاستومایز بکنید. اما خب ما فعلا روی همون حالت دیفالتمون جلو میریم و خب میتونید یه دونه اکسپشن هندلینگ هم براش بذارید. از لامدا فانکشن استفاده میکنم. authorization authentication entry point و اینجا میام یه دونه new login URL. این برای اینه که حالا به هر دلیل اگر یوزر خطا خورد به یه روت دیفالت لاگین اسکرینی هدایت بشه. و خب نهایتا میام ریترن میکنم http security.b. اوکی.
این فانکشن اولمون و خب اون به قولی بدنه سکیوریتی رو برای خود OAuth سرور داریم کانفیگ میکنیم. خب بچه اینو من اوردر 1 بهش میدم به خاطر اینکه باید اول اجرا بشه. اول یعنی قبل از چی اجرا بشه؟ قبل از متدی که الان می‌نویسم، قبل از اپ سکیوریتی. احتمالا خب با اسپرینگ بوت که حالا کار کردید قطعا این رو خودتون نوشید. با اسپرینگ سکیوریتی معذرت، خب با اسپرینگ سکیوریتی که کار کردید قطعا خودتون نوشید. سکیوریتی فیلتر چین دوباره باید برگردونه. سکیوریتی فیلتر چین، من این اسمشو میذارم اپ سکیوریتی و دوباره HTTP security داخل به عنوان پارامتر میگیره. اوکی. خب با تنظیمات دیفالت رو اینجا میذارم دیگه. خب خیلی قرار نیستش که تنظیمات خاصی داشته باشیم اینجا. خب ریکوست به عنوان لامدا اکسپرشن میگیرم و میگم که خب request.any request.authenticate. اوکی. این اینجا معذرت میخوام، اینجا باید true exceptionش رو هم بذاریم و اینجا بایستی فرم لاگینمون رو هم کانفیگ بکنیم که خب میگم همه اینا رو روی دیفالت میذاریم و نهایتا اینجا ریترن میکنیم HTTP security.filter. اوکی. این اپلیکیشن سکیوریتی ما دیگه. خب مثلا میتونیم اینجا روتینگ هامون رو بیام کانفیگ بکنیم، بگیم آقا مثلا فلان مثلا روت هامون رو بیا مثلا به قولی آقا اتنتیکیت نکن، بالا یه سری کانفیگ های دیگه. اینو میتونیم اینجا انجام بدیم. خب قدم بعدی بچه خب طبیعتا پیاده سازی یوزر دیفالت. پیاده سازی یوزر دیفالت که خب این میره از این تو اپلیکیشن های اپلیکیشن که حالا واقعی باشه میره از دیتابیس میخوره. من دیگه اینجا دیتابیس بالا نیاوردم و داشتم پسورد این کد رو می‌نوشتم. دیتابیس بالا نیاوردم دیگه، مستقیما از این مموری به قولی لود میکنیم. چرا گفتم یوزر دیفالت؟ یوزر دیتیل سرویس، معذرت میخوام. یوزر دیتیل سرویس رو و من حالا یه یوزر اینجا تعریف میکنم خودم. اینو میام مساوی میذارم با یوزر. من جاوام ورژن چند؟ اوکی. یه لحظه فکر کردم که نمیتونم از وریبل استفاده کنم. user dot with username که خب حالا username مثلا بهش میدیم مثلا میگم عباس dot password که حالا بهش میگم مثلا پسوردشو بذاریم مثلا هم پسورد یا مثلا حالا 1 2 3 4 5 6. اوکی. و اینجا من اتوریتی بهش میدم. خب اتوریتیز اینجوری دارم بهش عملا رول میدم دیگه. خب اینا رو حالا من کانفیگ میکنم. مثلا من اینجا بهش رول رید میدم. حالا مثلا بعدا میتونیم یه یوزر رو درست بکنیم برای چیز به اصطلاح برای ادمین و حالا مثلا بهش اتوریتی رایت هم بهش بدیم. خب رید و رایت. مثلا حالا اینو میتونم همینجا هم حالا اضافه بکنم، خیلی مشکلی ندارم. مثلا این ادمین میتونم اضافه بکنم که خب این ادمین هست و حالا پسوردش هم دورم 1 تا 6 بذاریم رید و مثلا میگم حالا مثلا رایت هم داره دیگه. اینجا هم که خب حالا یوزرمونه دیگه. حالا اینم دیگه بذاریم اسمش رو بذاریم اپوست دیگه، جفتش هم گذاشتیم و خب اینجا ریترن میکنیم. اینجا خب میدونید دیگه بچه‌ها چون ما داریم داخل به قول بدون دیتابیس داریم کار میکنیم باید از این مموری یوزر دیتیلز منیجر استفاده بکنیم و خب دو تا یوزر مورد ادمین و این کاربر رو اینجا برمیگردونیم. این مموری یوزر دیتیلز منیجر چه یادم رفت نیو بکنم. اوکی. جفتش هم ادمین بود. خیلی خب قدم بعدیم که حالا یه پسورد انکودر بذاریم اینجا. اینا دیگه بچه‌ها مهم نیست اولویت اجراشون، برای همین من دیگه
نمیام مثلا بهشون اوردر بدم و اینها. پسورد اینکودر که خب ریترن میکنم نو پسورد اینکودر. فعلا به قولی پسورد اینکودر نمیخوایم دیگه، صرفا بدون پسورد اینکودر بریم جلو. نیاز به چیزه من چرا یادم نمیاد رو نیو البته نه معذرت کنم نیو نداره دیگه، داد گت اینستنس ازش استفاده کردم. و قدم بعدی اینجا بچه‌ها یکی از بخش مهم اتفاق میفته، اینه که ما کلاینتمون رو باید رجیستر بکنیم. اینجا حالا یه سری توضیحات دارم، مثلا کامنت هم میذارم. بچه‌ها گفتم که اگه یادتون باشه داخل اتوریزیشن کد گفتم که شما یه رجیسترد کلاینت باید داشته باشید. حالا اینا که کاربرامون بودن، خب اینا مثلا یوزرامون هستن که یه جوری ریسورس اونر ما هن اینا. اما کلاینت هامون اینجا الان قراره حالا کلاینت هامون رو بیان تعریف بکنیم. کلاینت هامون حالا میتونن به قولی کلاینت های پابلیک اون باشن یا اینکه حالا کلاینت های کانفیدنشیال اون باشن، همشون اینجا تعریف میشن. این هم دوباره این مموریه، یعنی به قولی توی اپلیکیشن های حالا واقعی، توی اپلیکیشن های سازمانی اینو میبرن سمت دیتابیس. اما خب اینجا دوباره مثل کاربرامون ما خب چون دیتابیسی نداریم اینو میاریم داخل خود این مموری. خب من برم حالا کدش اونجا بنویسیم با هم دیگه. این باید یه registered client repository برگردونه و من میگم که همون اسمی که خودش پیشنهاد میده اوکی. خب من یه دونه اینجا کلاینت فقط تعریف بکنم و مثلا کلاینت چی بذاریم اسمشو، مثلا کلاینت 1 بذاریم یا مثلا یه سرویسی میتونیم بذاریم. حتی مثلا من میذارم پروداکت سرویس و اینو حالا مسابقه قرارش میدم با registered client که خب اینجا از به قولی میام از random UID استفاده میکنم. UUID random UID خب اینجا استرینگ هم میگیرم اما استرینگ. خیلی خوب میام پایینتر میگم که نه دیگه ادامهش مینویسم. حالا میام شروع میکنیم بچه‌ها کانفیگ کردن این. خب ما گفتیم که کلاینت آیدی داریم، من کلاینت آیدیشو میذارم product dash service dot کلاینت secret داریم، کلاینت secretشو میذارم product dash secret و باید اسکوپش رو مشخص کنیم. گفتیم که حالا داخل ریکوست ها اسکوپش رو باید مشخص بکنه دیگه. داخل اتوریزیشن کد دیدید. حالا تو اینا رو بچه‌ها بعد اینکه نوشتیم رام میکنیم میریم تو پستمن تک تک فلوها رو با هم دیگه اجرا میکنیم و روش میبینیم. فعلا علاوه حساب از اسکوپ های خود اوپن آیدی استفاده بکنیم. دو تا اسکوپ مثلا پروفایل میتونیم بذاریم و من یه کپی از این بگیرم و حالا اینجا بگیم از اوپن آیدی استفاده بکن. خب یه دونه اینجا باید ریدایرکت یو آر آی تعریف بکنیم که بچه این باید رجیستر شده باشه. حالا مثلا من میگم http:// مثلا https به فرض، یا نه بذارید که من اینو من بیام لوکال بذارم مثلا 127.0.0.1 به فرض مثلا 4200 یه اپ مثلا حالا به انگولر نوشید مثلا لاگین اوات تو مثلا کد و حالا بعدش اون به اصطلاح سرویس پروداکت آندرلاین سرویس. حالا یه یو آر الی که باید رجیستر شده باشه. این یو آر ال رو باید به عنوان ریدایرکت یو آر ال برای شما بفرسته. خب بچه‌ها باید بریم سراغ کلاینت اتنتیکیتد متدا. اینا رو الان بهتون میگم دقیقاً چی ان. کلاینت بذار داره اینجا بیارم من. اوکی من کنترل اسپیس بزنم. ما بچه‌ها کلاینت سیکرت رو میتونیم پست کنیم، کلاینت سیکرت رو میتونیم با بیسیک اتنتیکیشن بفرستیم، کلاینت سیکرت رو میتونیم با JWT بفرستیم یا اینکه نان یا اینکه پرایوت کی JWT. اینا تماما حالا روشایی هستن که شما میتونید اون به اصطلاح اتنتیکیت بشه کلاینتتون. حالا مثلا من یه از اینجا بیام داخل پستمن
بذارید من پست منم کجا رفت؟ پست من باز بود. پست منم اینجاست. اوکی. فرض کنید حالا من مثلا یه ریکوست میخوام درست بکنم. اینجا تو اتورایزیشن ببینید نوعات بیسیکات این یوزر پسورد. اولا وقتی میاد فعال میکنید این بخش رو، یعنی میاد میذارید کلاید سیکرت بیسیک، یعنی که بتونه با به اصطلاح کلاینتتون بتونه با بیسیک اتنتیکیشن برای شما ارسال بکنه اون حالا کلاینتتون. من یه دونه نان استفاده میکنم برای حالا مثلا پابلیک کلاینت ها، یه دونه دوباره اضافه میکنم کلاینت اتنتیکیشن متد و این رو میام با کلاینت سیکرت پست به عنوان حالا پارامتر بیاد نوع پست بکنیم. خب. مرحله بعدی بچه گرند تایپ ها رو اضافه میکنم. عملا اینجا مشخص میکنم که این کلاینت من میتونه از چه گرند تایپ هایی استفاده بکنه. اینجا خیلی مهمه. خب اینجا من دارم اینو مشخص میکنم که اوکی من به کلاینتی دارم مثلا گرند تایپ ارو فانکشن و اینجا حالا میام مشخص میکنم که این کلاینت من از چه گرند تایپ استفاده کنم. گرند تایپ دات اجازه بدید گرند تایپ دات اد. خب مشکل اینجا چیه؟ بعد از این اتورایزیشن گرند تایپ ها رو باید مشخص کنی. اتورایزیشن گرند تایپس معذرت میخوام اتورایزیشن گرند تایپس دات اد. اوکی حالا اینجا میایم authorization grant type اینجا میایم به اصطلاح اوکی با این تیکه کار داشتم. اینجا میایم گرند تایپ رو مشخص میکنیم. مثلا رفرش توکن، مثلا بیرر، دیوایس کد، کلینت کرنشیال و اتورایزیشن کد. ایمپلیسیت که بچه‌ها میدونید اصلا نیست. پسورد هم که دیگه لگاسی شده دیگه، اولا داریم میگه استفاده نکنید، دیپریکیت شده. خب ما با کلینت کرنشیال کار داریم. من یک کپی از روی این بگیرم. ما با اتورایزیشن کد کار داریم و چرا من دارم اوکی و ما با این ایندنتش به همون سمیکالون بذارم، ایندنتش رو درست میکنی یا نه. اتورایزیشن کد رو به قولی کلینت کرنشیال اتورایزیشن کد و رفرش کن. معذرت میخوام یه لحظه یادم رفت می‌خواستم چیکار بکنم. و رفرش توکن اینا رو من باید دونه دونه اضافه بکنم. چرا واو گذاشتم؟ میگم این بنده خود ایندنتش به هم ریخته. خب بچه پس گفتیم که این کلاینتی که ما رجیستر کردیم این پروداکت سرویس میتونه کلاینت کرنشیال داشته باشه. مثلا بچه برای ماکرو سرویساتون به فرض یه سرویسی اون پشت درست کردید، مثلا میتونید اتوریشن کد دیگه نذارید، چون اگه کاربرتون مستقیما مثلا با پروداکت سرویس کار نداره دیگه اتوریشن کد کاری نداره دیگه. رفرش توکن و کلینت کرنشیال صرفا میتونید براش بذارید. خب اینجا یه چیز خیلی خیلی مهمتر دیگه هست برای کلاینت ستینگاتون که من میام اینجا کلاینت ستینگ بیلدر دات بیلد، اینجا من یه سمیکالن بذارم فقط این وسط، یه کنترل اسپیس بزنم. نه اینجا نبود، معذرت میخوام. آره اینجا بود. اوکی دات ریکوایر پروف کی ترو. بچه این همون به اصطلاح پیکسی ما، یعنی میاد پیکسی رو برای ما اینیبل میکنه. پروف کی گفتیم که پیکسی پروف کی کد اکسچنج و میاد برای ما این قسمت رو اینیبل میکنه و نهایتا هم من میام ریترن میکنم نیو این مموری کلاینت ریپوزیتوری و کلاینتمون که خب گفتیم این کلاینتمون هم پروداکت سرویس، اینو ریترنش میکنم. چرا؟ معذرت میخوام اینجا روی این یه دات بیلد دیگه باید بزنم. اوکی بیلد عملا برای خود کلن ستینگ بود. خیلی خوب این رو هم که کانفیگ کردیم اوکیه.
بریم برای نوشتن بخش توکن. بچه من این توضیح بدم. توکن رو که خب حالا ما از JWT استفاده میکنیم، مخفف حالا جیسون وب توکن، و حالا کاری که من میکنم میخوام توکن رو با استفاده از به قولی حالا بهش میگن که کی ولیو پر کی پر جنریتور، با استفاده از اون بیام توکن رو ساین میکنم. این همون الگوریتمی که داخل SSL استفاده میشه با پابلیک کی و پرایوت کی. من میام توکن رو با پرایوت کی ساین میکنم و توکن میتونه با پابلیک کی دیکود بشه. بچه من دیگه کدش رو مینویسم دیگه. یه خورده داره احساس میکنم زمان میگیره این کد نوشتنه. خب به قولی کد رو داخل ریپوزیتوری میذارم، حالا میتونید چک کنید، بعدش سریع کد با هم دیگه نگاه میکنیم. اما این نوشتنه داره زمان میبره، واسه اینکه زمان ویدیو هم سیو بشه من این تیکر رو کات میکنم. بعد از اینکه کدش نوشته شد دوباره ادامه ویدیو رو با هم دیگه میگیریم. خب بچه من این تیکر رو نوشتم، این دوتا متد رو اضافه کردم. اولی خب من اینجا دارم کیپر جنریتور و با الگوریتم RSA یه جوری دارم اون کی ولیوم رو جنریت میکنم و حالا اینجا RSA هم رو اینیشیالایز میکنم و میدمش به JWK set. و کاری که حالا این پایینم دارم میکنم برای دیکود کردن دیگه، برای دیکود کردن JWT این چیزی که اینجا جنریت شده اینجا داره به اصطلاح توی ورودی بهش پاس داده میشه و برای دیکود کردن ازش استفاده میشه. فقط یه چیزی رو گذاشتم با هم دیگه بنویسیم چون حالا چیز جالبی به نظرم اومد. آخرین چیزی هم هستش که باید بنویسیم، اون هم هستش authorization server setting. اسمشو میذاریم همون دیفالت بمونه و میگم ریترن کن authorization server setting builder.build. اینجا بچه‌ها میتونید مثلا ویت آره میتونید یه سری حالا ستینگ ها اضافه بکنید بهش که خب ما میذاریم روی حالت دیفالت خودش بمونه. اما این داخل یه نگاه بکنیم با هم دیگه. ببینید این هم استرینگ یا اند پوینت های شماست. اند پوینت های شما هم اینجا مثلا برای اتوریزیشنتون، مثلا برای دیوایس اتوریزیشن، برای تک تک بخشاتون اینجا اند پوینت گذاشته، مثلا JWK set. این اند پوینتیه که عملا حالا کلاینت ها میتونن به اصطلاح سیگنچر وریفیکیشن توکن رو با این رو انجام بدن و اینکه حالا به قولی توکن رو هم بتونن دیکود بکنن دیگه. و این رو اگه نباشه عملا خب این اتفاق امکان پذیر نیستش. حالا به هر دلیلی اگه دوست داشتید میتونید مثلا روتینگاتون اینجا عوض بکنید به اضافه یه سری ستینگ های دیگه که خب حالا اینجا ما باشون کاری نداریم. من یه رام بکنم سرور رو ببینیم همه چیز اوکیه. استارت تامکت 80 بله اوکی خیلی خوب. بریم این ور بچه‌ها. من میام لوکال هاست 80 این روت JWKS رو باز میکنم. ببینید بچه این همون چیزی بود که بهتون گفتم، یعنی اطلاعاتی که برای حالا دیکود کردن و اون سیگنچر وریفیکیشن توکن لازمه توی این روته. اینو حالا صرفا خواستم نشون بدم و حالا یه تایید باشه که اینکه سرورمون اوکیه و داره کار میکنه. خب بچه بریم سراغ پستمن و تست کردن گرند تایپ ها و حالا فلوهایی که با هم دیگه صحبت کردیم. خب اولین چیزی که حالا با هم دیگه تستش میکنیم، چیزی که حالا خیلی مهمه، کلاینت کردنشیاله برای بحث کامیونیکیت سرویس تو سرویسمون. لوکال هاست من اینجا نوشتم دیگه به اصطلاح دیگه، صرفا میتونیم با هم دیگه فقط چکش بکنیم. اوکی بچه‌ها ببینید روت اصلی ما، این روتی که حالا برای چه کد اکسچنج اون باشه، برای اتوریزیشن کد و چه کلاینت کردنشیال اون باشه و اینها، روتی که بهش درخواست میدیم این روت هست OAuth 2 توکن. البته خب این پسته. اینجا گرانتی ها هم میفرستم کلاینت کردنشیالز. من یه سر بیام این و این رو ببندم بذارید اینجا. اوکی یه سر بیام این و پروداکت سرویس چی بود لازم کلیک کنم، پروداکت سیکرت روی داره کیو آر که خب نیازی نیست بفرستم برای اینکه الان در حال حاضر داریم ازش به عنوان کانفیدنشال کلاینت استفاده میکنیم. اینجا هم که گفتم میتونه از کلاینت کردنشال استفاده بکنه و کلاینت سیکرت پست رو هم اینجا اجازهش رو بهش دادم. پست من کجا رفت اینجاست که خب اینجا میتونم اینو بیام پست بکنم کلاینت ایدی و کلاینت سیکرت رو. یه تست بکنیم با هم دیگه. خب ما اینجا اکسس توکنمون رو گرفتیم و یه چیز دیگه رو میخوام
باتون تست بکنم. مجبور روی بیسیک آدز پروداکت سرویس اینو میذارم به عنوان یوزر نیم و اینجا اینو میکنم سیکرت. این دوتا رو برمیدارم و سند میکنم و میگه که invalid کلاینت. حتی با اینکه دارم بیسیک به قولی با بیسیک اتنتیکیشن یا یوزر پسو میفرستم اما قبول نمیکنه. حالا اینو صرفا میخواستم حالا بهتون نشون بدم. اینجا اگه بیام بگم کلاینت سیکرت بیسیک و یه دوره سرورم رو ران بکنم، خب سنت و توکن. اوکی. پس بچه این انتخابش با شماست. اصلا میتونید جفتش رو بذارید، میتونید نذارید. حالا من اینجا جفتش رو دیگه میذارم، ولی اینو من برمیدارم و همون میام از این بخش استفاده میکنم. الان جفتش دیگه اوکی. پس بچه این توکنی که برای کلاینت کردنشیال میگیریم فلو مشخصه، چیز ساده ایه. اینجا با هم دیگه دیدیم. یه دور دیگه نگاه بکنیم سریع. کلاینت کردنشیال کجایی؟ اینجاست. خب عکسش اوکی. ریکوست توکن، ولیدیت کلاینت، ریترن توکن. تمام شد رفت. حالا با این توکن میتونم من درخواست بزنم به ریسورس سروری که در حال حاضر ننوشتیم، که فکر کنم برای قسمت بعدی ننویسیم. قسمت بعدی بریم کاستومایز بکنیم، یه گرانتی رو اضافه بکنیم و در نهایت قسمت آخر بیایم مثل یه پروژه واقعی حالا از این اتوریزیشن سرور و یه ریسورس سرور بیاریم بالا، حتی دو تا بیاریم بالا، اینا با هم دیگه کامیونیکیت کنن و استفاده بکنیم. اوکی. پس این فلوی اول برای اتوریزیشن کد و بهتره حتی من بیام سراغ پیکسی، به خاطر اینکه اینجا گفتیم require proof که true require، این دیگه نمیتونه نفرسته. خب بریم برای اتوریزیشن کدی که اینجا اجازهش رو هم بهش دادیم و پستمن رو بیارم. بچه کالکشن ریکوست های پستمن رو هم حالا فایل جیسونش رو اکسپورت میگیرم میذارم، میتونید اون رو هم حالا ایمپورت بکنید و استفاده بکنید. خب من این تیکه رو البته توکنش رو دیگه من نمیخواستم، بر میدارم این رو میذارم authorize. بریم سراغ authorization کد دیگه. کلاینت آیدی اینجا میدم product service، درست نمیشم میدم product service RFC یادتونه دیگه بچه‌ها گفته بود ریسپانس تایپ اجباریه و باید حتما کد باشه. اسکوپ هم رو مشخص میکنم. بچه عملا این اون ریدایرکشن هست، این باید توی مرورگر باشه در نهایت. حالا من دارم داخل پستمن می نویسم ریدایرکت URI هست که خب اجبار چیکار کردم اسکوپ اوپن آیدی ریدایرکت URI میاد اینجا، من این رو کپی کنم ریدایرکت URI و یه نگاه بکنیم با هم دیگه. خب پیکسی، بله بچه این ابزار پیکسی کد جنریتوره. حالا ما که به قول کلاینت یعنی وب واقعی ننوشتیم که طبیعتا مثلا کدشو بنویسیم رو باید داخل کد بنویسید، اما اینجا از این ابزار میتونیم استفاده کنیم. خب الگوریتم که SSH 256 هست، من یه جنریت نیو بزنم، این کد وریفایره، این کد چالنجه. ما باید کد چالنج رو بفرستیم. ببینید فلو رو ببینیم دیگه، کد چالنج و حالا اون متدش رو هم باید بفرستیم. پستمن من اینجاست، کد چالنج و من این رو دوباره کپی میکنم، میگم متدت که باید به این شکل نوشته میشه. خب بچه این درخواست باید داخل مرورگر باز بشه و بعد از اینکه داخل مرورگر باز میشه کانسنت اسکرین به ما نمایش داده میشه. خب کانسنت اسکرین به من نمایش داده نشد. چرا؟ چون من قبلا لاگین کرده بودم، یوزرم اینجا زده بودم. اگه من اینو البته با این اتوریزیشن کد با این به قولی کد چالش دیگه نمیتونم این کار انجام بدم، بذارید یه کار قشنگتری بکنیم. یه دونه دیگه درست میکنم، کد چالنجم رو عوض میکنم
اینجا و این رو میام توی تب پرایوت باز میکنم. آها دیدید این عملا اون کانسنت اسکرین است. 1 2 3 4 5 6. دلیل اینکه بچه‌ها کد چالش رو عوض کردم اینه که دوبار یک کد چالش رو قبول نمیکنه. خب بچه‌ها کد برگشت به ما. این کد باید اکسچنج بشه. من اینو کپی میکنم، حالا اینو دیگه میبندم دیگه، کاری روش نداریم. بذار بیام همینجا. اینجا من این تیکه رو دیگه باش کاری ندارم و با این تیکه هم کاری ندارم. این اون حالا کدیه که به ما داده، ما این کد رو باید اکسچنجش بکنیم. خب من این رو کاتش میکنم و بریم برای اکسچنج. گفتم بچه روت کلا توکن گرفتن همین دیگه است. حالا من دست نمیزنم، این اسمش عوض میکنم، بعدن گفتم کالکشن پستمن داشته باشیم، اما ما برای اکسچنج توکن کلا با همین روت کار داریم. خب بریم. من فقط این کد رو اینجا داشته باشم که دیگه حالا به مشکل نخوریم. بعد اینجا بیام من این آت تو توکن رو کپی کنم و بذارم اینجا. بذار ببینم عوضش بکنن دیگه. چرا نمیذاره من اسمش رو ادیت بکنم؟ میگه که اوکی. حالا مشکل نداره، من این رو سیو میکنم براتون، میذارم اسم فلوارم مینویسم اینجا. ما کد رو باید بفرستیم. گرند تایپمون رو باید ارسال بکنیم که authorization کد هست. بایستی اینجا کدمون رو که گذاشتیم، مهمترین چیز کد verifier این کد وریفایر ما هست. وریفایر احساس میکنم املاش اشتباه نوشتم. وریفایر نه اوکی. خب کد وریفایر ما گرند تایپ کلاینت آیدیمون، کلاینت آیدی که پروداکت سرویس هست و فیلدی که بایستی دیگه اضافه بکنیم همین. خب درخواست پست ما هم هست. ایمیل ریکوست. خب ممنونم. چرا کد رو که داریم میفرستیم، کلاینت آیدی که هست، grant underline type authorization code. لحظه برگردم مرحله قبلی. اینجا نه، معذرت میخوام، من بیام اینجا این محض اطمینان انجام میدم. authorization code کد وریفایر رو فرستادیم. کدمون رو هم که اینجا گذاشتیم. گرند تایپمون، گرند تایپ رو میارم حالا اول. کد وریفایر یه بار سند کنم. نه من مطمئن شم که حالا اینو هم که اوکی نوشتم. آره خب پروداکت سرویس که ای بابا invalid grant type authorization code دیگه. بچه من مشکل پیدا کردم، خیلی حالا عجیب بود، حواسم به این نکته نبود که ما اینجا چرا من اومدم تو این تیکه، موقعی که داریم به اصطلاح توکن رو اکسچنج میکنیم اینجا، حالا من کد وریفایرم رو
کپی هم نکردم، بذار جدیدشو بذارم. اوکی. اینجا بچه مجدد باید ریدایرکت URI رو بفرستیم. آندرلاین و سنت. اوکی. قضیه چیه بچه ها؟ به خاطر اینکه این اون سایت رجیستر شده و ما داریم به اصطلاح این اکسچنج توکن انجام میدیم، باید بگیم که دقیقا این کلاینته و اون ریدایرکت URIش چی است. و به این شکل خب ما میتونیم اینجا توکن رو بگیریم. آقا این آیدی توکنی که بهتون گفتم اینجاست، دقیقاً آیدی توکن اینجاست. اینم که خب اکسس توکن ماه و یه بار دیگه اگه درخواست کنم طبیعتا دیگه این ولید به هم میده. میتونیم با هم دیگه چک کنیم. من اینو آیدی توکن کپی میکنم که بتونید نشون بدم، بعد این ولی کردن دوباره بهم میده و کلا اصلا اجازه دسترسی نمیده. بریم داخل JWT توکن. آیدی توکنی که اینجا بچه داشتم برای اوپن آیدی، ببینید اینجا داره به من اسمم رو برمیگردونه و حالا اون سرویسی که به اصطلاح اون ثرد پارتی سرویس هم داره اینجا میگه. حالا اکسپایر تایم توکن هست و تایمی که حالا توکن به اصطلاح تایمی که اتورایز شدیم ما و حالا چیزهای دیگه که داخل توکن میبینید. و اینجا هم حالا برای اون به قولی JWK میتونیم حالا از همون روتی که اول ویدیو با هم دیگه دیدیم میتونیم بریم توکن رو دیکود بکنیم. البته خب این اوکی هست. و اینم حالا میخواستم اوپن آیدی رو هم بهتون نشون بدم که این آیدی توکن فقط به همین درد میخوره و دیگه به درد دیگه ای نمیخوره. و بچه این دو تا گرند تایپی بود که با هم دیگه به اصطلاح پیش رفتیم و با هم دیگه انجام دادیم. میگم پیش رفتیم، با هم دیگه نوشتیم. کداش رو بیارم. دو تا گرند تایپی که اینجا کلیم کرد انشالله و به اصطلاح اتوریشن کد رفرش توکن هم که باید کانفیگ بکنیم، یعنی توی کانفیگ حالا توی قسمت بعد کانفیگش رو انجام میدیم، باید توی کانفیگو بهش بگیم که رفرش توکن رو هم بهش برگردونه. و یه سری کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم دیگه. میتونیم مثلا توکن رو اینجا تو همین بخش به اصطلاح بگیم اکسپایر تایمش چقدر باشه و حالا یه سری کانفیگ رو کلا کانفیگ زیاد داره. واسه این قضیه میتونید برید داخل خود داکیومنت اسپرینگ بوت authorization server و این اینجا که get startedش و خب اینجا میتونید به اصطلاح شروع کنید خوندن. این حالا تنظیمات بیسشه، ما هم تقریبا مثل همین نوشیم و خب ادامه بخشی که اینجا دیگه تک تک اومده توضیح داره. میتونید حالا برید داکیومنتیشن بخونید برای کانفیگ و برای انشالله مثلا OIDC کانفیگورر میتونید مثلا ببینید چجوری میتونم کانفیگ بکنم و یه سری چیزهای دیگه. خب امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه و به قولی گفتم اول ویدیو هم گفتم که ما با هم دیگه قرار یاد بگیریم. مثلا من یه چیزی هم خودم یاد گرفتم، اصلا حواسم به ریدایرکت URI نبود توی توکن اکسچنج. و اینکه برای قسمت بعدی خیلی مهمه چیزی که میگم من حالا تو مثلا منابع فارسی ندیدم، مثلا هدفم هم همین بود وگرنه خب حالا کانتنت کریئتور که نیستم. بریم یه گرند تایپ کاستوم برای خودمون بنویسیم و بیام اون این روت رو برای خودمون کاستوم بکنیم و مثلا بگیم اگه مثلا گرانت مثلا چی بگم، مثلا کاستوم به اصطلاح گرانت اومد اینو قبول بکن، ارور نده. خب الان بفرستی میگه اینوالید گرانت دیگه. خب الان مثلا من اینجا کلینت کردنشیال داشتیم، این من اس اینو پاک کنم بفرستم میگه اصلا همچین گرانت تایپی ما نداره، آن ساپورتد گرانت تایپ. خب حالا واسه اینکه به اصطلاح داره ریدایرکت میکنه به RFC میگه برو گرانت تایپ ها رو بخون. حالا واسه اینکه ما یه کاری بکنیم که اون گرانت تایپ کاستوم خودمون رو ساپورت بکنه باید این رو خودمون بنویسیم. و برای جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که با هم دیگه پیش بریم. موفق و مؤید باشید.